اهمیت ایران برای غرب. از جمله سوالاتی که در بحبوحه انقلاب اسلامی ذهن انگلیسی‌ها را به خود مشغول کرد و آنان میبایست به آن پاسخ میدادند این بود که ایران در زمینه برقراری تعادل قدرت بین شرق و غرب چقدر اهمیت دارد. این سوالی بود که توسط یکی از مسئولین میز ایران طرح شد و پاسخ خود را دایر بر اهمیت ایران و لزوم تداوم دیکتاتوری محمد رضا پهلوی دریافت کرد. پاسخ تفصیلی ATM لوکاس از دپارتمان خاورمیانه به این پرسش از این قرار است: شرایط ویژه ایران دستیابی اتحاد جماهیر شوروی به بنادر آبهای گرم خلیج فارس را محدود می کند. شاه از پیش نقش بریتانیا را به عنوان محافظ اصلی امنیت و ثبات در خلیج فارس و فراتر از آن در اقیانوس هند همچنان حفظ کرده است. خلیج فارس کانالی را در اختیار دارد که از طریق آن 90% واردات نفتی ژاپن، 80% اروپای غربی و 50% ایالات متحده آمریکا انجام می شود. حتی یک وقفه جزئی در این روند می تواند اثرات مخربی در قیمت نفت و در نتیجه اقتصاد جهان داشته باشد. ایران خود دومین تولید کننده نفت اوپک است. ایران دارای 1200 مایل خط مرزی با اتحاد جماهیر شوروی متخاصم می باشد. همینطور همسایه عراق است. عراقی که پیمانی با اتحاد جماهیر شوروی بسته و با ایران روابط خاصی ندارد. در افغانستان نیز نفوذ اتحاد جماهیر شوروی از زمان کودتای ژوئیه افزایش یافته است و بی‌ثباتی پاکستان نیز می‌تواند از طریق منطقه مرزی بلوچستان منجر به بهره برداری روس‌ها از این منطقه شود. در نهایت ایران قوی‌ترین قدرت نظامی در منطقه است، به جز در برخی جنبه‌ها که عراق قوی‌تر است. به همین دلایل رویگردانی ایران از غرب می‌تواند عواقب وخیمی برای منافع استراتژیک و اقتصادی غرب در منطقه داشته و ممکن است عواقبی هم برای ناتو داشته باشد. ممکن است روسیه نیز این محاسبات را برای بهره برداری خود از این شرایط انجام داده باشد. همچنین ممکن است ایالات متحده نیز همین محاسبات را انجام داده باشد و به عواقب این تحولات مهم اندیشیده باشد. لذا برای همین تماس گرفته تا در زمینه تنش‌زدایی از فضای ایران حرکتی کرده باشد. پاسخ ذکر شده نشان می‌دهد ایران در کمربندی امنیتی که برای غرب از اهمیت وافری برخوردار بود و آنان امیدوار بودند با حفظ حکومت پهلوی ضمن غارت منابع و منافع مردم ایران همچنان از کشور ما به عنوان ابزاری جهت انسداد شوروی و حفظ موقعیت جهانی و منطقه‌ای خود استفاده نمایند. امری که قطعاً با سیاست استقلال طلبانه انقلابیون و در رأس آنها رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی ممکن نبود.